یه فرار قشنگ. قندیفور توی منطقه جریمه، قندیفور توی دروازه یه گل انفرادی و سولوی تماشایی از رضا قندیفور استقلال رو دچار بخت میکنه با این حرکتش و زد به زاویه مخالف. یکی از گل‌های زیبای فوتبال ایران رو به ثمر رسوند، از اون گلایی که تو فوتبالمون کم داریم. دوم رضا قندیفور و گل دوم ملوان. باز هم رضا قندیفور پاس گل میده.